subscribe to my channel. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز ما. قسمی که در تصویر میبینین غذای امروز ما آش دمداده است. مواد لازم ما پیاز، گشنیز، لیمو، سیرنگ، مرچ دلمه استفاده کردیم. ادویجات ما زردچوبه، زیره، گشنیز خشک، مرچ سیاه، نمک، لوبیا، مساله بریانی، ربع بادنجان رومی، کچالو و 1.5 پاکت آش استفاده کردیم. در ابتدا روغن رو علاوه کردم، بعدا کچالوها رو بالاش علاوه کردیم. کچالو رو میمانیم سرخ شد، بعدا پیاز رو بالاش علاوه میکنیم. حالا مساله ها رو بالاش علاوه میکنیم. نصفش اضافه کردم و نصف دیگرش بعدا براتون نشان میدم. حال رو به بالایش اضافه کردم. مرچ های دلمه را اضافه کردم. بعدا نیم قطعه لوبیا را بالایش اضافه کردم. دوستان عزیز، من آب از قبل ماندیم به جوش. وقتی جوش خورد آش ها را از بین دو نصف میکنم و بالایش علاوه میکنم. وقتی آش ها خود باز کرد صافش میکنم و به مدت 5 دقیقه زیر آب سرد میگیرمش تا تمام آش ها از همدیگه خود جدا شوند. حال ته دیگه با پیاز میکشنم تا مواد که اضافه میکنم به خاطر دم دادن به تهش نچسبد. و دیگه من سوس هم نیست به خاطر. حال کمی از مواد بالایش علاوه میکنم، بعدا آش ها رو بالایش علاوه میکنم. برای آش خود از مساله نشنل و بعض مساله های دیگه که قبلا براتون نام گرفتم اضافه میکنم. گشنیز هم اضافه میکنم و کمی لیمو بالایش اضافه کردم. میخواستم ادامه میدیم لابلا از هر کدامش میچینیم، ولی مساله که بالای آشتان بریزیم خوبتر است چون طعم آشتان مزه‌دارتر میسازه. به خاطر دمش از آب و نمک استفاده میکنم. بالایش اضافه میکنم و میمانمش بعدا. خب دوستان عزیز، آشنان آمده است. بالایش خوب کشیدمش. امید که از دستور غذای ما خوشتون آمده باشه. شما را به الله یاد